تصور کنید در نزدیکی شما هیچ کافه‌ای نیست و شما هوس لاته یا کاپوچینو کردید، اما ماشین اسپرسو هم ندارید. چیکار میکنید؟ من امروز اینجا تا راهنماییتون کنم. امروز قراره با یه دم افزار ساده مشابه چند تا از نوشیدنی هایی که توی منوی کافه ها رو میبینید رو براتون آماده کنم و اون دم افزار موکاپاته. ساخت اولین موکاپات برمیگرده به سال 1933 توسط آقای بیالتی در ایتالیا. شاید براتون جالب باشه که ایده ساخت این دم افزار از ماشین لباسشویی گرفته شده. بعضی از ماشین لباسشویی‌های قدیمی یه مخزنی داشتن که وقتی آب گرم می‌شد اون رو به سمت بالا هل می‌داد و وارد یه مخزن دیگه می‌کرد و دقیقاً موکاپات هم همین اتفاق براش میفته. توی مخزن پایینیش آب گرم میشه و وقتی خیلی گرم میشه به بالا و به سمت سبد قهوه حرکت میکنه. پسر آقای بیالتی کسب و کار اون رو توسعه داد و شروع کردن به تولید انبوه کردن از این دم افزار و تقریباً از سال 1950 به بعد توی اروپا و بعد از اون توی کل دنیا فراگیر شد. تخمین زده شده که تا الان نزدیک 300 میلیون موکاپات ساخته شده و این عدد خیلی بزرگیه و نشون از محبوبیتش داره. قهوه‌ای که با موکاپات عصاره‌گیری می‌کنید شبیه به اسپرسوه، البته که از اسپرسو رقیق‌تره و اون کرما و بافت اسپرسو رو نداره. عموماً هم از اسپرسو تلخ‌تره. بعضیا به اشتباه به اون عصاره‌ای که با موکاپات گرفته میشه میگن اسپرسو. درسته که خیلی نزدیک هست به اسپرسو، ولی اسپرسو اون نوشیدنیه که با اسپرسو ماشین آماده میشه. خیلی از آیتم ها توی منوی کافه ها با اسپرسو آماده میشه، مثلا لاته و کاپوچینو که جفتشون ترکیب شیر با اسپرسو هن، آمریکانو که ترکیب اسپرسو با آبه، آفوگاتو که ترکیب بستنی با اسپرسوه و امروز قراره همه اینا رو با موکاپات آماده کنیم. درجه آسیابی که برای موکاپات انتخاب میکنید باید کمی درشت‌تر از درجه آسیاب برای ماشین اسپرسو باشه، چون قطعا توی موکاپات شما اون فشار رو ندارید. درجه آسیاب موکاپات باید به اندازه‌ای باشه که وقتی این رو لمس میکنید زبری مثل زبری نمک یا شکر رو احساس کنید. معمولا درجه آسیاب فاین برای اسپرسو انتخاب میشه که خیلی ریز هست و برای موکاپات فاین تو مدیوم هست که از اون درشت‌تره. به این نکته دقت کنید که اگه شما یک قهوه یکسان رو هم با موکاپات و هم با ماشین اسپرسو عصاره‌گیری کنید، قهوه‌ای که با موکاپات عصاره‌گیری شده کمی تلخ‌تر هست و اگه درجه آسیابتون از حد ممکن ریزتر باشه قهوه‌تون بیش از حد تلخ میشه و احتمالاً طعم مطلوبی نخواهد داشت. حالا اگه درجه آسیابتون از حد ممکن درشتر باشه احتمالاً قهوه‌ای که عصاره‌گیری کردید یه ترشی زننده داره و طعم‌های خامی، انگار که درست از قهوه عصاره‌گیری نشده باشه. پس درجه آسیاب خیلی اهمیت داره. اگه خودتون آسیاب میکنید قهوه رو حتما به این نکات دقت کنید و اگه از بیرون به صورت آسیاب شده تهیه میکنید حتما این نکات رو به اون فروشنده‌ای که قرار ازش قهوه بخرید بگید. خب میخوایم با این موکاپات دم‌آوریمون رو شروع بکنیم. همه موکاپات ها چند تا بخش ساده و یکسان دارن با هم دیگه. این قسمت بالاییه که وقتی قهوه عصاره‌گیری میشه توی این قسمت ریخته میشه. این بسکت یا همون سبد قهوه است که قهوه آسیاب شده رو باید توی این سبد بریزید. این هم مخزن موکاپات هست. حتما از آب داغ برای عصاره‌گیری استفاده کنید، چون زمانی که از آب سرد استفاده میکنید برای عصاره‌گیری زمان همجواری قهوه آسیاب شده و بسکت خیلی بالا میره و احتمالاً قهوه‌تون بیش از حد تلخ میشه. آب داغ رو وقتی توی مخزن میریزید حواستون باشه که از این سوپاپ بالاتر نیاد. این در اصل سوپاپ اطمینانیه برای اینکه فشار عصاره‌گیریتون رو کنترل بکنه و اگه بیش از حد توی این مخزن آب بریزید امکان انفجار موکاپات وجود داره. برای عصاره‌گیری خوب داخل این بسکت رو باید به طور کامل با قهوه آسیاب شده پر بکنید. دقت کنید که برخلاف اسپرسو ماشین وقتی قهوه رو اضافه می کنید نیاز به هیچ فشاری روی سطح قهوه نداره. برای عصاره‌گیری مطلوب حتما به صورت کامل این بسکت رو پر بکنید.
و در نهایت با چند تا ضربه زدن به اطراف دیوارهای بسکت سطح صاف میشه و بعد میتونید روی مخزن بذارید. من از یه دستمال کمک میگیرم که مخزن رو نگه دارم چون آب داغ ریختیم و ممکنه که دستمون بسوزه. شما هم حتما این نکته رو رعایت بکنید. کامل سفتش میکنم و حالا قراره موکاپات رو روی شعله بذارید. دقت کنید که موکاپات رو حتما روی شعله متوسط بذارید. اگه شعله‌تون بیش از حد زیاد باشه، زمان دم‌آوریتون خیلی کوتاه میشه و عصاره‌گیریتون ناقصه و همینطور اگه شعله‌تون بیش از حد کم باشه، زمان دم‌آوریتون خیلی طولانی میشه. عصاره‌ای که از موکاپاتتون خارج میشه، دقیقاً باید به همین صورت باشه. کاملاً آروم از دو سمت نازل یکسان خارج شه. وقتی که به این شکل و با شدت زیاد قهوه شروع کرد با یه سری حباب از نازل بیرون اومدن، عصاره‌گیریتون تموم شده و باید خیلی سریع موکاپات رو از روی شعله بردارید. همینطور که میبینید این عصاره از یه اسپرسو رقیق‌تره، کرمایی نداره و حجمش هم بیشتره. یه اسپرسوی معمول حدوداً 40 میلی گرم حجم داره ولی این عصاره ما تقریباً 70 میلی گرم هست. عصاره‌ای که گرفتم رو روی بستنی وانیلی میریزم و حالا یه آفوکاتوی خوشمزه داریم. برای داشتن یه آمریکانو کافیه که این عصاره رو با آب داغ ترکیب بکنم. فقط چون عصاره‌ام نسبت به اسپرسو رقیق تره از آب کمتری استفاده میکنم. برای داشتن یک لاته و یک کاپوچینوی خوشمزه شما به یک شیر خوب هم نیاز دارید. توی اسپرسو ماشین ما این کار رو با نازل بخار انجام میدیم. با بخاری که حرارت داره هم شیر رو گرم میکنیم و هم با هوا دادن بهش به اون فوم میدیم. این کار رو توی خونه میتونید با فرنچ پرس انجام بدید. شیر رو گرم کنید و بعد داخل فرنچ پرس بریزید و با چند بار پرس کردن به شیر فوم بدید. دقت بکنید شیری که گرم کردید دماش از 70 درجه نباید بیشتر بشه چون بالاتر از اون برخی از ساختارها و ترکیب‌ها شکسته میشن که باعث میشن شیرتون دیگه شیرین نباشه و حتی میتونه براتون مضر هم باشه. با چند بار پرس کردن و هوا دادن به شیر بافت شیر رو تغییر میدم و تقریبا شیرمون مثل شیرهایی میشه که با دستگاه فوم میگیری. به طور کلی تفاوت اصلی لاته و کاپوچینو توی حجم شیرشونه، اما خیلی ها کاپوچینوهای کلاسیک رو با فوم خیلی زیاد سرو میکنن و حالا ما هم داریم امروز همین کار رو انجام میدیم. بعد از اینکه قهوه‌تون رو عصاره‌گیری کردید دقت کنید که همه قسمت‌های موکاپات رو به خوبی شستشو بدید. همین بسکت رو، هم مخزن، هم قسمت تویی و از همه مهمتر این واشه و صفحه‌ای که اینجاست. بعد از اینکه ذائقه خودتون رو پیدا کردید و قهوه‌تون رو انتخاب کردید و اگه آسیاب نداشتید میتونید توی سایت درجه آسیاب موکاپات رو انتخاب بکنید و قهوه ها با درجه آسیاب مناسب به دستتون میرسه. به پایان این ویدیو رسیدیم. اگه سوالی دارید توی کامنت ها از من بپرسید و لطفاً به هم بگید کدوم یک از این آیتم هایی که آماده کردیم رو دوست دارید. چنل نوژ آکادمی رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. بدرود.